تا زمانی که ثروت و قدرت متمرکز است و دست مردم خالی است، بدانیم که فاصله طبقاتی روزافزون می شود. بدانیم که فساد هست و هر روز گسترده تر می شود. بدانیم که فقر توسعه پیدا می کند. راه حل یه چیز بیشتر نیست. بازگشت ثروت و قدرت به مردم. همه چیز متعلق به مردم است. ثروت، قدرت، حاکمیت، دین، مذهب، همه چی، همه اینها مال مردمه و راهش اینه که انسان‌ها قوی باشن. یعنی ثروتی که خدا قرار داده در اختیار مردم قرار بده. واسطه نخوره، متمرکز نشه در دست عده‌ای خاص تحت هر نامی. چه نام حاکمیت باشه، چه نام سرمایه‌داران باشه، قدرت مال مردمه. تک تک مردم باید در تعیین سرنوشت مؤثر باشن. سهم هر انسانی در تعیین سرنوشت مساوی است. همه با هم مساوی‌اند. هیچ کس حق بیشتری نداره، هیچ کس اجازه بیشتری نداره، سهم بیشتری نداره. اگر اینجا عدم تعادل ایجاد شد، ثروت رفت یه طرف، فقر میاد یک طرف.